کسانی که تحریم‌های یک جانبه آمریکا رو تبعیت نکردن، قطعا این تحریم‌های شورای امنیت که خیلی ملایم‌تر از تحریم‌های فلج کننده آمریکاست تبعیت نخواهند کرد. بنابراین ما همچنان میتونیم نفتمون رو بفروشیم. البته آسان نیست، اینم باز باید بگیم. یعنی اینجوری نیست که صفر هم باشه. چرا؟ فشارهای رو ما خواهد آمد، فشارهای سیاسی افزون خواهد شد، ممکنه بیشتر جنبه روانی داشته باشه. اما اقتصاددان‌ها میگن آقا ما با عدد و رقم به شما میگیم با توجه به اینکه ما سالها تحت تاثیر تحریم‌های حد اکثری آمریکا بودیم، اینها دیگه برای ما آنچنان تأثیری نخواهد داشت. یعنی شما نگاه بکنید به متن این تحریم‌ها، چیز خاصی نیست. مثلا بعضی گفتن که در ارتباط بانکی با ایران ما به شما هشدار میدیم مراقب باشید. همین. در حالی که آمریکا صراحتاً آمده مثلا شبکه بانکی ما رو تحریم کرده به صورت جدی، سفت و سخت. پس در مقابل این آنها چیزی نیست. حرف ما اینه که بله کار به پایان نرسیده، ما همچنان میتونیم نفتمون رو بفروشیم. چین و روسیه هم گفتن که ما اینا رو اجرا نمی‌کنیم. تازه البته فعلا در لفظه. اینم نمیشه بی نهایت امیدوار بود آقای دکتر که حالا چین و روسیه 100% چنین میکنن چنان میکنن. همواره بعد ما در حقیقت احتیاط رو در نظر بگیریم. ولی آن کسانی که قرار بوده تبعیت نکنن احتمالاً همین مسیر رو پیش خواهند گرفت و ما اینجوری نیست که راهمون به پایان برسه. اتفاقاً بنده خیلی خوشحالم که اگر این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه آقای خسروی ما در یک بزنگاهی هستیم که سیاست خارجی ما باید تغییر ریل بدهد. خیلی خوب شد که این 6 ماه تعلیق اگر رأی نیاره، چون دوباره ما در یک فضای تعلیق و معطلی، حالا ببینیم 6 ماه دیگه چی میشه. کجدار و مریض، جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ 12 روزه نمیتونه در وضعیت کجدار و مریض باقی بمانه. باید تغییر ریل سیاست خارجی بده. به قول رهبر انقلاب ما باید قوی بشویم. با این وضعیت مذاکره کردن که 10 سال بگذره دوباره برگردیم به نقطه اول، یعنی یه جای کار میلنگه. چه اتفاقی میفته که از ابتدای انقلاب ما در اکثر مذاکرات مهمی که انجام دادیم سرمون کلا رفته. از قرارداد الجزایر تا 598 تا رژیم حقوقی دریای خزر تا برجام یه جای کار میلنگه. سیستم مذاکره کننده ما باید بیاد جواب بده. ما متاسفانه حاکمیت از کسانی که خطا میکنن بازخواست نمیکنه که چرا به همین راحتی فرانچسکوی باید بیاد و سر ما کلاه بگذاره. بنابراین خیلی بهتر که این اتفاق بیفته تا کشور در این بزنگاه تصمیم بگیره که من باید چه کار بکنم.